درود بیننده‌های مهربان. چون ما می‌دونیم روزهای اخیر در نوارهای یوتیوب و فیسبوک بسیار سخن درباره پرچم می‌روند. من هم فرصت را استفاده برده می‌خواستم یک چند سخن درباره پرچم، درباره تاریخ و پیدایشش حرف بزنم. چون به ما معلوم است در تاجیکستان پرچم چهار نام دارد. اول فلاگ، یعنی مثلا جمله میگم فلاگ تاجیکستان، فلاگ افغانستان، فلاگ ایران. و همین خاطر فلاگ از کلمه هلندی ولاگ است، یعنی چون که زبان روسی با خطا یعنی کلمه ما هم خطا میگیریم. خسرو را خسرف میگویند، پیرو را پیرف میگویند، فلاگ را فلاگ میگویند، هلند را گلند میگویند. و همین خاطر یکم واژه‌ای که استفاده میبریم فلاگ است. دوم واژه‌ای که استفاده میبریم و در دور سوویتی میگفتیم این بیرق است از کلمه ترکی بیرق. و سوم واژه‌ای که ما استفاده میبریم پرچم، که او را بعضی یا که کاکول یا که دومیگو اشاره کردند، ولی در حقیقت این همون پر یعنی بال پرنده و چمش یعنی چمیده یعنی کشوده و اویزان، که این اولین درفش تاجیکان، درفش آریایی که در بالوش یعنی رسمی پرنده شهباز یا همون شاهین است. و در اوستا چهارم نام اومده است که این درفش است. درفش از معنای یعنی دور، یعنی چون درود میگیم یعنی درود یعنی دور گوهر، بویگری یعنی دور افشان، یعنی اون بویگری تا اویزان کن. ولی چرا این سخن اوستایی و ما بسیارتر نزدیک است؟ زیرا که اگر در اوستا باشد یعنی بیگون دکزات است، ما میتونیم که او را همچون کلمه تاجیکی از خود کنیم. اوستا این برای من مقدس، نه برای اون است که کتاب دینی گذشته ماست، برای اون که این آثار گران بهای است که هیچ ملتی در جهان چنین اندازه های علمی تاریخی ندارد به مانند ما تاجیکان. چون به ما رنگ ها معلوم است، رنگ های پرچم تاجیکستان یعنی کتاب سرخ، سبز و سفید. چون به ما از برادرها من غیر از رنگی این سی رنگ باز رنگ زرد رو میبینم که پرچم ما از چهار رنگ عبارت است، یعنی رنگ زرد هم چهارم رنگش. برادر وقتی که من در این کتاب تمامی پرچم ها را حساب کردم و شمردم، از همه بسیارترین رنگ این رنگ سرخ است، دوم این سفید رنگ و سومین رنگ این رنگ سبز است. و برادران چون گفتیم اولین پرچم آریایی بود، بعد از اون پرچم در ما پرچم کاویانی شد که او همچون درفش کاویانی مشهور است. درفش کاویانی باز چور یعنی با چور گوشه موجود است که این چور در زبان آریایی در عددی در دوره های آریایی یکی عددی مقدس بود. درفش کاویانی بیرقی است که از قدیم در بین تاجیکان رمز دولتداری و شکوه و آبرو بود. درباره این درفش بسیار بازیافت‌ها و گفتگوهای ارخئولوژی شهادت می‌دهند که این درفش تاجیکان است. در این باره فردوسی در شاهنامه بی‌زوالش گفته است وقتی که ضحاک سرزمین آریان را میگیرد و بعد چند از کوتاه خواهی بگیریم این نقل را شاید شما بدانید، از کتف ضحاک مار میروید و برای آرام کردن آن مارها مغز سری جوانان را میدهند به مارها. ولی برادرها در اینجا معنای آن را دارد که جوانان را مغز سرشان را سوشویی میکنند، چنانکه که امروز مغز سری جوانان را عربها سوشویی میکنند و از جوانان تاجیک گذشته خود داشت نکن، نام ملت خود نمون، مدنیت خود بیزار شد و همه خیلیگه ضحاک میکرد چندین هزار سال پیش. و کوه که از این داد اوجه حالا طاقتش طاق شد، پسران او را هم بردند و کشتند. او ناعلاج دیگر علاج نماند و مردم را جنگ کند و همین یعنی چرمی که در خود کار میکرد آویزان بود، یا پرچم آویزان کرد و برداشت و مردم را دعوت کرد. خروشان همی رفت نیزه بدست که این نامداران یزدان پرست، یعنی دعوت میکرد ای یزدان پرست خدا تا پرست بیایی که اینها به بهانه خدا ما را چی گفته ایستند؟ دروغ گفته ایستند. خلاص همان بیگانه پرستان را راندند از سرزمین آریانا و فریدون را پادشاهی آن سرزمین ماندند.
و چون فردوسی باز در این باره میگوید در باره رنگ‌های درفش کاویانی که فرو ریخت پیکر از او سرخ و زرد و بنش همه خواندنش کاویانی درفش. و چون ما میبینیم که 7 ستاره دماس میگیم که گویا که اینها هفت رنگ بود در ما، اینها از همون 7 رنگی قدیمه تاجیک آمدند. ولی ببینید که 1000 سال پیش فردوسی غیر از اون 7 رنگ رنگ بنفش رو هم استفاده برد. یعنی بنفش فیالتوی، یعنی رنگی پرچم کاویانی زرد و سرخ و بنفش. و تاجش معلوم همون تاج باختری است. دیگه برادران عزیز، غیر از پرچمی که ما داریم، باز در تاجیکستان داریم پرچمی ملی، پرچمی پرزیدنت تاجیکستان یا لیگای پرزیدنت که او همون پرچمی کاویانی است. و در پرچم شیر یعنی چی؟ شیر رمز محافظت حیات آیایی ها بود که اونها حتی در کتاب اویستا است که دو شیر درخت حیات را پاسبانی میکنند. آفتاب در خفای شیر این معنای آن است که از دور مهر پرستی این آفتاب به ما میراث مانده است. حتی در نشان جمهوری تاجیکستان تا امروز است. یعنی آفتاب یعنی مهر، با مهر یعنی آفتاب، خراسان یعنی سرزمین آفتاب. در ایران این پرچم شیردار را پرچم تورانی میگفتند. وقتی میگفتند که در آفتاب صورتی است که زنی که با تورانیان یعنی با خلق موزه آسیمیان نه با تاجیکان با دیگرها مانندی دارد. ولی در حقیقت این پرچم را اولین بار سلجوقیان که خود ترک بودند پرچم دولتی کردند و به جای آفتاب صورت زنش را ماند، یعنی زنی که دوست داشت و جوان ماند و به همین خاطر آن صورت زن تا آخر بماند. ولی این نه بلکه از تورانیان ترک بود، بلکه از ما تاجیکان بود. حتی امروز در سمرقند این قصر یعنی قصر شیردار است که این از دوری تیمورلنگ باقی مانده است. ولی برادران، تیمورلنگ خود را هیچگاه ترک شاه توران نمیگفت. او فخر کرده خود را شاهنشاه ایران میگفت. اما باشیم فقط گذشته را از تیمور تا منقیتیان، از منقیتیان تا شوروی تا گذشتگان و تا همه را ما چیکار میکنیم؟ دشنام میکنیم. حتی آخرین شاه بخارا امیرعلی خان منقیتی که در این کتاب حتی خود را تاجی گفته است که به زبان خودش این کتاب نوشته شده است. حتی سرزمین بخارا را سرزمین آجرها گفته است. برادران عزیز، در آخر چند مصرع به یادم آمد. بیا کاوه درفش کاویانی را پرافشان کن، گلستان کن زمین را، آسمان را اخترستان کن. همه دنیا پرستان جنگ جویند و جنگ انداز، سری دنیا پرستان را به پوکتت گردی سندان کن.